چطوره؟ خوشگلای من بالاخره جنگ تموم شد و امروز اومدم بهتون بگم که دغدغمون قبل از جنگ چی بود. بری یکی دی با هم ببینیم. خوشتیپ شاهین چیکار کردی با دلم وای؟ فکر نکنم ماشین فقط سمن سورن. واقعا اصلی ترین دغدغمون تو خیابون این بود که اگه یکی گفت خوشتیپ پشت سرمون رو نگاه نکنیم. واقعا این حقیقت بود ها. یعنی یه بار که داشتم تو خیابون راه میرفتم دیدم 4 تا بچه اومدن به من گفتن خوشتیپ، ولی خب نگاه نکردم دیگه. یعنی اگه نگاه میکردم دیگه کرکر خنده شده بود. و ویدیوی بعدی که خیلی ترند شده بود شاهین گفتن کی اسمش یادم نیست، شاهین گفتن چی بود واقعا اسمش که میگفت شاهین، این بود ترند شده بود. واقعا هم ترکونده بوده. خب بریم با هم ویدیوی بعدی رو ببینیم. بیا جنگ تموم شد. آتش بس آم بیشیم کجا جنگ تموم شد. خدا تازه آتش میگن بس آمریکا ناوش آورده تو تنگه. ای تنگو اقد تنگه که ناو نمیتونه به اوبر تنگه. آقا من نمیدونم توی چنل ما شیرازی داریم یا نه، ولی واقعا این حقیقته یا حقیقت نداره. مثلا به ما مشهدی ها میگن شمدوز، به واقعا شمدوزی نمی‌کنیم ما، به حال یه چیزایی که قدیم بوده. بعد ولی شیرازی ها مثلا واقعا سواله. یه رفیق شیرازی اینجا داریم که مثلا بگه که آقا واقعا تنبلن شیرازی ها یا نه، اینا همه حرفه. یعنی واقعا حوصله ندارن جاشون بلند شن. اگه شیرازی تو چنل داریم این پایین کامنت کنه ببینیم واقعا شیرازی ها اینجوریه. حاجی خونه مرتضاشونو موشک زدن. آره باباشم تو خونه بود، حالا چجوری بهش بگیم؟ بسپارش به من. سلام مرتضی، ما انگر شنیدیم که فکر کنین موشک ها ستارن. خب هیچی، دیروز یه دونه ستاره رفت خونتون. بزن بچه کنی با اون خیانت کرده؟ فکر نکنم. یعنی چی که آتش بس اعلام میکنید واقعا؟ ایکس من هنوز زنده. یعنی ما ایرانیا استاد ساخت ویدیوهای طنزی، یعنی تو بدترین شرایط حتی جنگی خب آوا رو سرمونم بزی یک ویدیو طنزی از توش در میاد دیگه. مثلا ویدیو میسه آقا ایکس منو چرا نزدی؟ همه جا رازی چه ایکس منو نزدی؟ آخه اینترنت هم دیگه به در نمیخوره. قبلا 3 گیگ میگرفتم یه ماه داشتم، الان 15 گیگ میگیرم 3 روزه تمام میشه. میفهمی؟ درسته زود تموم میشه، ولی من این برنشستم جقی. داداشمون اینقدر دیگه زده که دیگه چشاش یاری نمیده. داداش کم بزن، همیشه بزن. یا امامزاده هیچ وقت به دعام گوش ندادی. تو را به ابوالفضل، تو را به خدا ایستادی دعامو بپذیر. من خیلی لنگم. تو را به خدا گناه تو اشتباه دعا میکنی. چرا؟ اینجا این سوراخ همه دعا میریزه. این سولاخ دعاتون میریزه. خیلی دقت کنید بچه‌ها، خیلی دقت کنید بچه‌ها. موقعی که دستتون رو اینجوری میگیرید این اگه وقتی سولاخ باشه قشنگ دعاتون میریزه زمین، اصلا اثر نداره. باور من نگفتی واحد رو فروختم پول تو میدم. کدوم واحد؟ همین واحد مسکونیو. چه کونیو؟ نمیدی نه؟ واگذارت میکنم به خدا روز قیامت یقتو میگیرم. روز قیامت خو همه لخت. فقط میتونی سرشون. سلام سید. خوبی؟ سلام سید. چرا بچه گریه میکنی؟ آمدم به زیدم پیام بدم بگم شاهجدری بگیرم گوشیم گیره نداشت. خب چی گذاشتی به جاش؟ که؟ اصلا نباشه. سلام بفرمایید. از نظر شما چه نوع دختری کنسل؟ برای من همیشه دختر کنسل بوده. یعنی چی؟ خود بیشتر من عجله دارم ببر جان. عزیزم تصادف کردم، فقط یک کوچولو ماشین ضربه دیده. خب فدای سرت، ماشینو که میتونی تا خونه بیاری دیگه. فکر نکنم. الو سلام آقای محترم. اشتباه گرفتیم. چیه باز دوباره قفلی زده روی این؟ آجی این یارو خیلی هاش. بابا 53 بار بهت گفتم کم بکش ببینم. خب اصول این که من
خب ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. اگر هنوز عضو چنل ما نشدید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگولش هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنه. و در آخر مواظب خودتون خیلی باشید، همیشه شاد و سلامت باشید. بدرود.